و گاه میشد که بنده عملهای صالح دارد مثل روزه، نماز، زکات، ولی از سبب اینکه در عقیده خلالدار بودنش او دوزخی میشه. بنابراین برای هر یک مسلمان حتمی هست که علم آموزد و به همگان معلوم است که اهل دوزخ در سوره تبارک الله تعالی نقل میکند که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. اهل دوزخ میگن که اگر ما در دنیا گوش میکردیم به اهل علم و آن چیزی که میشنیدیم آن را میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما دوزخی نمیشدیم. این جهل، نادانی سبب هلاکت است برادران عزیز. بنابراین برای هر یکی ما و شما علم آموختن، خاصتا علوم عقیده و این چنین علم حلال و حرام واجب است. طلب علم برای هر یک فرد مسلمان واجب است، حتمی هست. کسی اگر طلب علم نمیکنه گناهکار میشه. خاصتا این فرصتی که امروز الله عزوجل برای ما داده است، اگر ما این غنیمت ندانیم روز قیامت وای بر حال ما.